پردرآمدترین مربیان در رده ملی. در جایگاه پنجم روبرتو مارتینز اسپانیایی قرار داره، سرمربی کنونی تیم ملی پرتغال. زمانی که مربی تیم ملی بلژیک بود، بین سالهای 2018 تا 2021 تیمش رنکینگ اول فیفا رو داشته. این مربی با درآمد خالص 4.6 میلیون دلار یکی از گرونترین مربیای دنیاست. فابیو کاناوارو، سرمربی فعلی تیم ملی ازبکستان که تونسته به عنوان بازیکن قهرمان جام جهانی 2006 با ایتالیا بشه و همون سال هم توپ طلا رو ببره، با درآمد خالصانه 4.6 میلیون دلار مثل روبرتو مارتینز جزو گرونترین مربیاست. در جایگاه بعد یولیان ناگلزمن قرار داره، سرمربی تیم ملی آلمان که تونسته در سال 2021 با بایر مونیخ قهرمان بوندسلیگا بشه با درآمد خالصانه 5.7 میلیون دلار. در جایگاه سوم پردرآمدترین مربیان رده ملیه. در جایگاه دوم توماس توخل آلمانی قرار داره، سرمربی کنونی تیم ملی انگلستان که تونسته با چلسی قهرمان لیگ قهرمانان اروپا در سال 2021 بشه و همچنین تونسته با پاریس سن ژرمن لیگ فرانسه رو به دست بیاره با درآمد خالص 6.8 میلیون دلار یکی از گرونترین مربیان دنیاست. و بالاخره در جایگاه اول یکی از بهترین مربیان تاریخ فوتبال کارلو آنجلوتی قرار داره، سرمربی تیم ملی بلژیک که تونسته تا حالا 4 بار قهرمان لیگ قهرمانان اروپا بشه و قهرمانی در لیگ‌های انگلیس، ایتالیا، آلمان، فرانسه و اسپانیا رو تو کارنامه خودش داره. با مبلغ خالصانه 11 میلیون دلار گرونترین مربی در رده تیم‌های ملیه. اگه باز از این فکت‌های فوتبالی می‌خوای، ویدیو رو لایک و حتما کانال سابسکرایب کن.